بچم همون نسوار مرا بده. بفرمایید پدر جان. تشکر پسر قنده. خواهش میکنم پدر جان. پدر جان یک سوال. بگو بچم. چرا نسوار میزنی پدر؟ خب این یک عمل است بچم. امی تو را چی در مسائل شخصی پدرتا دخالت نکده. پدر چند سال است نسوار میزنی؟ بچم یک 20 سال میشه نسوار میزنم. حالی چند سال هستی پدر جان؟ 45 ساله هستم بچم. یعنی 20 سال است نسوار میزنی پدر جان؟ بله بچم 20 سال است من نسوار میزنم. میفهمی اگه توی این 20 سال پیسه نسوار خود جمع میکردی اولی یک خانه 5 منزله داشتی و یک موتور مدل بالا؟ بچم امی تو چند ساله هستی؟ 25 ساله هستم پدر جان. خب چند ساله کار میکنی بچم؟ از وقتی که کلان شدیم کار میکنیم پدر جان. خب تو نسوار میزنی بچم؟ نه پدر نسوار نمیزنم. امی تو نسوار نمیزنی؟ خیلی همین خانه بلند منزله و موتر مدل بالایت ها؟